انستیتوت تکنولوژی افغان در سال 1330 تأسیس شده، 71 سال قبل از امروز. فعلا انستیتوت تکنولوژی افغان دارای 4 دیپارتمنت و یک برنامه تعلیمات حرفوی است. دیپارتمنت های موتر در 4 دیپارتمنت، دیپارتمنت ماشین 1 دیپارتمنت، دیپارتمنت برق 4 دیپارتمنت، دیپارتمنت کامپیوتر ساینس با 2 دیپارتمنت مسلکی و تخصصی طبق نصاب تقسیم شده. افراد جامعه را در دیپارتمنت های مختلف توسط استادان مسلکی ورزیده لیسانس و ماستر تربیه میکنه. تشکیل انستیتوت تکنولوژی افغان به 89 استاد میرسه و ابداعاً در بخش اداری کار میکنه. شاپ برق، شاپ موتر، شاپ ماشین، شاپ های بسیار اساسی و مهم برای آموزش عملی متعلمین و محصلین است. انستیتوت تکنولوژی افغان 2 دوره اساسی را متعلمین و محصلین در بخش های و دیپارتمنت های مختلف تربیه میکنه. اول دوره لیسه فارغ صنف 9 به صنف 10. بالاخره این ادامه پیدا میکنه، فارغ صنف 12 میشه، در صورت تقاضایش ادامه میده 13 و 14 که 5 سال آموزش مسلکی را در بر داره. در صورتی که تغییر رشته یا به امتحان کانکور برای صنف 12 را قطع میشه، منفکیش ترتیب میشه و به یک رشته دیگر طبق دلخواهشان به تحصیلات خود ادامه میده. همچنان انستیتوت تکنولوژی افغان دارای لیلی است که لیلی ما ظرفیت 1000 نفر در 3 بلاک داره. در دوره انستیتوت ما حدوداً 690 نفر محصل داریم. در دوره لیسه 300 نفر متعلم داریم.